الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم با شما عزیزان و خوبان هستیم با یک مبحث جدید و یک موضوع تازه. یکی از صفاتی که الله تعالی ما رو منع کرده از واقع شدن در اون، یکی از صفاتی که انسان مسلمان باید مواظب باشه که به اون مبتلا نشه. صفتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که مبتلاست به این صفت ایمانش کامل نیست و این صفت رو در زمره صفات منافقین برشمرد. یکی از صفات منافقین صفتی است به نام خیانت در امانت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله عنه نقل فرمودن که منافق 3 صفت داره. یکیش اینه که وقتی صحبت میکنه دروغ میگه و وقتی که پیمانی میبنده وفا نمیکنه و وقتی که امانتی به او سپرده میشه خیانت میکنه. خیانت در امانت یکی از صفات منافقینه. یکی از صفاتی است که انسان مسلمان باید خودش رو از اون پاک بکنه، چرا که صفت انسان مسلمان امانت داری است، عکس خیانت. خیانت ضد امانته. امانت از کلمه امن گرفته شده، به معنای آرامش، به معنای در امان بودن. در فارسی هم همین معنای استفاده میشه. امین به کسی گفته میشه که مردم خودشون رو از اون در امان میدونن. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت به این صفت متصف بود و مردم مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به عنوان محمد امین میشناختن صلی الله علیه و سلم. انسان امین انسانی است که جز حق خودش چیز دیگری رو طلب نمیکنه. انسان امین از گرفتن حق غیر خودش، از گرفتن غیر حق خودش سر باز میزنه. انسان امین انسانیه که حقوق و واجباتی رو که بر اون واجب شده بر اون به گردن اون هست، حقوق دور بریان اطرافیان بهترین وجه ممکن ادا میکنه. انسان امین انسانی است که هر چیزی رو که پیش اون بگذارن، چه مالی باشه، چه صحبتی باشه، چه جانی باشه، چه آبرویی باشه، چه ناموسی باشه، هر کسی وقتی چیزی پیش اون میگذاره اونها همه این امانت هایی که پیش اون هستن در امانن. انسان مسلمان باید تلاش بکنه که این صفت زیبا رو در وجود خودش بیاره، چرا که امانت مال ما نیست. امانت هایی که پیش انسان مسلمان گذاشته میشه، تمام امانت هایی که در اختیار انسان هست، معنای امانت اینه که اینها فعلا پیش شما گذاشته شدن تا در امان باشن، تا اینها اون جوری که باید ازش محافظت بشه از طرف شما برش محافظت بشه، اینا محفوظ بمونن پیش شما، به اینها ضربه‌ای نخوره، امنیت اینا به خطر نیفته. وقتی در آیات قرآن کریم بررسی می‌کنیم درباره امانت و این صفت در قرآن کریم، وقتی امانت شناخته بشه خیانت در امانت مشخص میشه و انسان از واقع شدن در خیانت در امانت، از مبتلا شدن به این صفت از صفات منافقین محفوظ میمونه. الله تعالی در سوره مبارکه مؤمنون آیه 8 فرمود که صفات مؤمنین اینه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینها کسانی هستند که امانت نگهدارن، اینها کسانی هستند که در امانت‌ها خیانت نمی‌کنند، برخلاف منافقین که خیانت می‌کنند در امانت‌های خودشون، خیانت می‌کنند در اون چیزی که پیش اون هست.
و اینها همچنین علاوه بر این که در امانت خیانت نمی‌کنن، اینها در عهد و پیمانی که بستن رعایت می‌کنن تا اون عهد و پیمان وفا بشه بهش و اون عهد و پیمان رو برقرار بکنن. در آیات دیگر سوره مبارکه احزاب آیه 72 ما کلمه امانت رو اونجا مشاهده می‌کنیم که الله تعالی درباره یک امانت بسیار بزرگ صحبت می‌کنه. اگر بخوایم راجع به امانت داری سخن بگیم، باید ببینیم امانت هایی که پیش ما هستن و الله تعالی در قرآن کریم برای ما معرفی کرده، اول از اونها شروع بکنیم. اگر بخوایم انسان امانت داری باشیم، امانت نگهدار باشیم، هر آن چیزی رو که الله تعالی به عنوان امانت به ما معرفی کرده و پیش ما گذاشته و یا برای ما فرستاده، ما باید اول بشناسیم و بعد بتونیم که حق اونها رو ادا بکنیم، در اونها خیانت نکنیم، یا اینکه در اونها اونجوری که شایسته نیست دخل و تصرف نکنیم. این آیه یعنی آیه 72 سوره مبارکه احزاب، الله تعالی می‌فرماید ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما عرضه داشتیم، ما بر آسمان ها، ما بر زمین، ما بر کوه ها امانتی رو عرضه کردیم، امانتی رو عرضه کردیم تا اینها بپذیرند، اما اینها از این که این امانت رو قبول بکنند سر باز زدن. نه سر باز زدن از روی عناد و تکبر، از روی عظمت این کار، از روی این که اینها نمیتونستند این رو تحمل بکنن، از روی شدت بزرگی این امانتی که به عهده اونها داشت گذاشته میشد. و اشفقن منها، و ترسیدن. آسمون ها با اون عظمتشون، کوه ها با اون بزرگی خودشون و زمین با اون وسعتش ترسید از این که این رو بپذیره. سوالی شاید پیش بیاد برای عزیزان که خب مگر آسمون ها و زمین و کوه ها هم درک دارن و میفهمن؟ اون چیزی که از آیات قرآن به ما رسیده و اون چیزی که الله تعالی میفرماید و واقعیت هم غیر از این نیست، اینه که تمام ذره ذره عالم درک دارند و میفهمند، اما ما هنوز آگاه نیستیم به کیفیت درک اونها، به کیفیت توانایی فهم اونها. الله تعالی در سوره مبارکه حج آیه 18 میفرماید الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. آیا شما نمیبینید که در مقابل الله سجده میکنن هر آن چیزی که در آسمان هاست و هر آن چیزی که در زمین، و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب، و خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و دواب و تمام حیوانات، همه اینها در مقابل الله تعالی سجده میکنند، در مقابل الله تعالی تعظیم میکنند، در مقابل الله تعالی کرنش و تواضع و فروتنی دارند. و کثیر من الناس، و بسیاری از مردم، و کثیر حق علیه العذاب، و بسیاری از مردم هم تن باز دادن، سر باز دادن از این که در مقابل الله تعالی سجده بکنن. تمام آسمان و زمین، تمام ستارگان، تمام آن چیزی که در کائنات هست، همه اینها در مقابل الله تعالی سجده دارند. درختان و بسیاری از مردم به الله تعالی سجده میکنن. و کثیر حق علیه العذاب، و بسیاری از مردم هم شایسته عذاب خدا شدن، چرا که اونها سرباز زدن از این جریان. و من یهن الله فما له من مکرم، کیست که وقتی الله تعالی او رو خوار کرد این شخص رو باز بیاد و عزیز بکنه؟ برای کسی که الله او رو خوار کرده هیچ انسان عزت دهنده‌ای وجود نخواهد داشت، هیچ ذاتی که او رو عزت بده وجود نخواهد داشت. ان الله یفعل ما یشاء، الله هر کاری رو که دوست داشته باشه انجام خواهد داد. این آیه به ما اشاره میکنه و این آیه این رو به ما میرسونه که تمام آسمان و زمین به تسبیح و تقدیس الله تعالی مشغولن. و همچنین شبیه این آیه در سوره مبارکه اسراء آیه 44 باز ذکر میشه که تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، تمام آسمان های هفتگانه و زمین و هر آن چیزی که در بین آسمان ها و زمین هست به تسبیح الله تعالی مشغولن. و ان من شیء الا یسبح بحمده، و هیچ موجودی ذره ذره‌ای در عالم نیست مگر اینکه به تسبیح الله تعالی مشغوله. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما نمیدونید که اونها چگونه تسبیح میکنن، شما متوجه نیستید و شما درک نمیکنید و شما در جریان نیستید که اونها چگونه به تسبیح الله تعالی مشغولن. برگردیم به اون آیه‌ای که در بحث اول خودمون داشتیم، آیه 72 سوره مبارکه احزاب. الله تعالی میفرماید ما بین آسمان ها، ما به زمین و ما به کوه ها
این امانت رو عرضه کردیم، ما به اونها گفتیم این امانت رو میپذیرید. اونها سر باز دادن، اونهایی که تمام ذره ذره‌ای که مشغول به عبادت الله و تسبیح الله هستن، از پذیرفتن این امانت شونه خالی کردن، ترسیدن ازش. و اشفقنا منها و حملها الانسان، انسان آمد جلو و قبولش کرد. حالا این امانت چیه که این همه مهم بود و این همه سخت بود پذیرفتنش برای کوها، برای آسمانها و برای زمین؟ حضرت عبدالله ابن عباس مفسر بزرگ صحابه می‌فرماید امانت در این آیه، یعنی 72 سوره مبارکه احزاب، به معنای تمام اون چیزی است که از الله تعالی، از طرف الله تعالی فرض شده برای این امت، تمام فرایضی است که الله تعالی برای این امت فرستاده، برای مسلمین فرستاده در کتاب خودش قرآن کریم. و حضرت حسن بصری از کبار تابعین می‌فرماید که امانت در این آیه به معنای دینه. امانت یعنی دین. الله تعالی دین خودش رو بر آسمان و زمین و کوهها عرضه فرمود و اونها از پذیرفتن این امر، یعنی پذیرفتن دستورات دین، پذیرفتن عبادت، پذیرفتن اختیار در انجام عبادت ها به همراه حساب و کتاب، در قیامت شونه خالی کردن. اونها نتونستن که مسئله دین رو که بزرگترین امانتی است که در عالم وجود داره بپذیرن، به خاطر سختیش، به خاطر مشقتش، به خاطر عظمتش، و انسان این رو قبول کرد. بزرگترین امانتی که در اختیار ماست دینه. دین الله پیش ما امانته. وقتی که ما درباره امانت داری داریم صحبت میکنیم در ادبیات قرآنی، در قاموس دینی ما، امانت دار کسی است که بزرگترین امانت الله رو نزد خودش نگه داره. اون امانت دین الله است. اون امانت دستورات الله است. اون امانت دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم، مجموع دستورات الله در قرآن کریم و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم. بزرگترین معلم قرآن در روایت هایی که ما رسیده، در روایت های صحیح که از رسول صلی الله علیه و سلم تحت عنوان سنت به ما میرسه، کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، امانتی است که از طرف الله به ما رسیده. انسانی که امانت داره باید نسبت به کتاب الله و نسبت به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم امانت دار باشه، به این معنا که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد این شخص باید در امان باشه. یعنی اینکه تمام احکام الله نزد این شخص باید رعایت بشه. تمام اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به این شخص رسیده باید رعایت بکنه. انسان مسلمان، امانتدار خوب، انسان امین کسی است که دین الله رو رعایت میکنه. انسان امین، امانتدار کسی است که دستورات الله رو رعایت میکنه، اوامر الله رو رعایت میکنه، از اون چیزهایی که الله تعالی او رو منع کرده خودش رو منع میکنه و اون حدود و اون قوانین رو که الله تعالی گذاشته در مقابل اونها تن میده و احکام الله تعالی رو با طیب خاطر، با رضایت کامل میپذیره و اعتراضی نمیکنه. این تعبیر قول حسن بصری رحمه الله در تعریف امانت در این آیه مبارک است. با ما باشید بعد از یک میان برنامه با ادامه این مبحث. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب هلما فسر في ركاب الهدى هلما فسر في ركاب الهدى أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مؤمن کسی است که جان و مال مردم از او در امان باشد. أعيش الحياة بنور الكتاب
وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا به الصالحون مضوا للرشاد با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و مهربانان. امانت و امانت نگهداری یکی از صفات مسلمین و یکی از صفات بندگان خاص الله است. امانت هایی که از طرف الله به اونها داده میشه و وظیفه اونها در قبال این امانت ها. و اشاره کردیم قبل از میان برنامه که الله تعالی فرمود ما امانت بزرگی رو عرضه کردیم بر آسمان و زمین و هر آن چیزی که در آسمان و زمین و کوهها سر باز زدن و نتونستن بپذیرن خاطر عظمتش و ترسیدن از تحمل این بار. و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا. انسان این رو پذیرفت، این رو قبول کرد و همانا که او ظلم پیشه است. انسان به خودش ظلم زیاد میکنه. انسان در مقابل حقوق الله، در مقابل حقوق رسول الله، در مقابل حقوق هم نوعان خودش، اکثر انسان ها این گونن. غالبیت انسان ها ظالمن، غالبیت انسان ها، اکثریت انسان ها، ولکن کثیر من الناس لفاسقون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قلیل ما هم و قلیل من عبادی الشکور. بسیاری از مردم فاسقن، الله تعالی میفرماید بسیاری از اونها مشرکن، بسیاری از انسانهای روی زمین ناسپاسند و شکرگزار نعمت الله نیستند و بسیار عده کمی فقط سپاسگزار نعمت الله هستند. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. و اگر بسیاری از مردم روی زمین پیروی بکنی تو از راه الله گمراه خواهند کرد، تو رو خارج خواهند نمود. بسیاری از مردم این گونه هستند. در آیه دیگری که باز کلمه امانت ذکر میشه در سوره مبارکه انفال، چون هدف ما از همون قسمت اول این برنامه این بود که صفاتی رو که در قرآن کریم ذکر میشه در ضوء آیات قرآن کریم و تعالیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بررسی بکنیم. در آیه 28 سوره مبارکه انفال الله تعالی میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید شما الله رو خیانت نکنید. خیانت نکنید در مقابل الله، در برابر الله، در حق الله. خیانت نکنید در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم و خیانت نکنید در امانت‌های خود در حالی که شما می‌دانید. خیانت درباره الله، خیانت در امانتی که از طرف الله پیش ماست، خیانت در اون چیزی که حق الله است نزد ما، خیانت در کتاب الله، خیانت در دستورات الله، خیانت در اموری که از طرف الله به ما رسیده، خیانت در دین. این آیه میتونه تفسیری باشه بر اون آیه که گذشت در سوره مبارکه احزاب، آیه 72. قول خدا، قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، دستور الله و دستور رسولش همون دینه. خیانت کردن در امانت دین چگونه است؟ چطور انسان میتونه نسبت به الله خیانت بکنه که الله تعالی ما رو منع فرمود از این که نسبت به الله خیانت نکنید، نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم خیانت نکنید. خیانت به الله نادیده گرفتن دستورات الله است. خیانت به الله رعایت نکردن دستورات الله است. پرهیز نکردن از اون چیزهایی است که الله تعالی ما را از اون منع کرده. قبول نکردن اون احکامی است که الله تعالی برای ما فرستاده. کسی که حاضر نیست نماز بخونه داره الله رو خیانت میکنه. امانت دینی که نزد او هست در برابر الله داره نادیده میگیره. کسی که روزه نمیگیره در خیانت داره میکنه در اون امانتی که پیش اوست نسبت به الله، یعنی دین. کسی که زکات پرداخت نمیکنه همینطور، کسی که حج نمیکنه همینطور، کسی که حاضر نیست خودش رو مطابق با شریعت بکنه، ظاهر خودش رو، صحبت‌های خودش رو، گفتار خودش رو، اعتقاد خودش رو، باور خودش رو، کردار خودش رو، تمام امور زندگی خودش رو و خانواده خودش رو و جامعه خودش رو، این شخص داره خیانت میکنه در اون امانتی که از طرف الله نزد این شخص است. خیانت با رسول صلی الله علیه و سلم چگونه است؟ دقیقاً همین شبیه این میتونه باشه، اضافه بر این جزئیاتی که مرتبط به رسول صلی الله علیه و سلم. کسی که به سنت رسول صلی الله علیه و سلم پایبند نیست داره خیانت میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم. خیلی ها مدعی محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، مدعی محبت الله هستند، اما شاید اگر به اونها گفته هم بشه این جمله که شما دارید خیانت میکنید به رسول الله صلی الله علیه و سلم، ناراحت بشن، شاید بر بخوره به اونها، شاید اصلا کلا از کوره در برن. اما واقعیت اینه که
کسی که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام نمیگذاره، سنت رسول صلی الله علیه و سلم تمام گفتارهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام رفتار رسول صلی الله علیه و سلم، تمام ظاهر و سیمای رسول صلی الله علیه و سلم و بسا علاوه بر این هم تمام گفتارها و رفتارها و ظاهری که اطرافیان در محضر رسول صلی الله علیه و سلم داشتن و حضرت صلی الله علیه و سلم در مقابل این گفتار یا رفتار یا این صورت ظاهری که مشاهده کردن سکوت فرمودن، سکوت رسول صلی الله علیه و سلم به منزله تایید اون قول یا فعل یا رفتاره. و این هم بخش چهارم سنت رسول صلی الله علیه و سلم. تمام اون مردان و یا خانم ها و خواهرانی که حاضر نیستن خودشون رو مطابق با سنت رسول صلی الله علیه و سلم بکنن در جزء زندگی خودشون، اینها دارن خیانت میکنن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسانی که حاضر نیستن مانند همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن خودشون رو از میان خواهران، اینها دارن خیانت میکنن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواهر بزرگواری که حاضر نیست حجاب بکنه، حاضر نیست سر خودش رو بپوشه، حاضر نیست که زینت‌های خودش رو فقط در مقابل محارم خودش و در خصوص در مقابل شوهر خودش نشون بده، در حال اون محدوده‌ای که در مقابل محارم هست با محدوده‌ای که در مقابل شوهر هست اونها رو رعایت بکنه. کسی که حاضر نیست این کار رو بکنه، کسی که حاضر نیست محدوده نامحرم رو از محرم تشخیص بده، این شخص داره خیانت میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که به اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم که در رأس اونها همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارن و قبلا این موضوع رو به تفصیل بیشتری صحبت کردیم راجبش، کسانی که حاضر نیستن به اونها احترام بگذارن، کسانی که حاضر نیستن اونها رو مورد احترام قرار بدن، در حالی که در آیات قرآن کریم و حدیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم امر شدن به این مورد، به این موضوع، کسانی که به خاندان رسول صلی الله علیه و سلم احترام نمیگذارن دارن خیانت میکنن در امانتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اونها گذاشت. اون موقعی که گفت من ترک میکنم پیش شما کتاب خدا رو و عترت خودم رو، اهل بیت خودم رو. اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. کسانی که حاضر نیستن تمام اون چیزهایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید فرموده و تایید فرموده و برای امت باقی گذاشته به دیده احترام بنگرند و اونها رو اجرا بکنن، اینها دارن خیانت میکنن در باره رسول الله صلی الله علیه و سلم، در باره رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسانی که در مقابل قرآن مجید کتاب الله حاضر نیستن که قرآن کریم رو سلوحه زندگی خودشون قرار بدن، قانون زندگی خودشون قرار بدن، اینها دارن در اون امانتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رساند و بین ما گذاشت و رحلت فرمود خیانت میکنن. تمام کسانی که حاضر نیستن زندگی اونها مطابق قرآن کریم باشه، به احکام قرآن کریم دارن اعتراض میکنن، به بعضی از دستورات قرآن کریم دارن نقص وارد میکنن با عقل قاصر خودشون، با فهم نادرست خودشون، اینها همه دارن خیانت میکنن به اون امانتی که نزد ماست که کتاب الله است، به اون دستور الله است، دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها مصداق خیانت به الله و خیانت به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها نمونه هایی از این چیزی است که الله تعالی در این آیه ما رو منع فرمود، از این که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. الله و رسول رو خیانت نکنید، امانت هایی که پیش خود ماست، امانت هایی رو که ما خودمون داریم به هم دیگه میسپاریم، امانت هایی رو که یک شخصی میاد یک مالی رو پیش شخص دیگه قرار میده و اون مال رو به عنوان امانت پیش اون میگذاره، به این عنوان که این مال در امان باشه از اون شخص، این مال رو پیش اون قرار میده. این مال اگر اون حقش رعایت نشد، این مال اگر تباه کرد، اون شخص این مال رو برداشت و این مال رو به کسی دیگه ای داد، این مال رو برد برای خودش خرج کرد، این داره خیانت میکنه در این کار، این داره خیانت میکنه در اون چیزی که پیش اون گذاشته شده. البته فقط تنها مال نیست، اون چیزی که بیشتر امروزه در جامعه ما به عنوان امانت و امانت داری مشهوره، خیلی از عزیزان فقط این رو برداشت میکنن ازش که شخصی بیاد مالی پیش ما بگذاره و ما این امانتی رو که پیش ما هست نگهداری بکنیم و در اون خیانت نکنیم و اون رو تباه نکنیم و حیف و میلش نکنیم و به صاحبش هر وقت خواست پس بدیم. نه، این بخشی از اون امانت‌هایی است که پیش ماست، علاوه بر اون چیزی که حق الله است، علاوه بر این چیزی که حق رسول الله صلی الله علیه و سلم و باید مورد احترام قرار بگیره، باید مورد اهمیت قرار بگیره. و دین الله که مجموعه است که همه این جزئیات رو در بر میگیره،
امانت بزرگ الله نزد ماست، همه این موارد رو در بر میگیره. اون چیزی که تا اینجا ذکر شد فقط بخشی از اون امانت هایی است که ما انسان مسلمان، هر کسی که ادعای اسلام داره و ادعای ایمان داره و اگر نمیخواد که صفتی از صفات منافقین یعنی خیانت در امانت بر اون اطلاق بشه، باید این مسائل رو مد نظر خودش داشته باشه و باید همه این مسائل رو رعایت بکنه. برای تفسیر این موضوع انشاءالله با ما همراه باشید در قسمت بعدی با تفسیر بیشتر بحث امانت و امانتداری و نمونه هایی از خیانت در امانت. از اینکه تا این لحظه با ما بودید بسیار ممنونم و سپاسگزار و همه شما عزیزان رو به الله تعالی میسپارم.